میگم نگم. شما لطف دارین. اینو اصلا جدا میگم، بدون شوخی میگم، لطف دارین. اصلا چیز طبیعیه. ایشونو 2 دقیقه است دیدم. دوست معمولیمه ها، چیز نیست. جاست فرندی؟ آره دوست معمولیمه. خب اگه من خوشتون اومده خودتون به من بگین، اصلا چرا نفر سومی باشه؟ آقا من خوشم نیومده. شما به مسیرتون ادامه بدین. بذارین اجازه الان به بدین. من گفتی من اصلا که دوست خوشم دختر اومده. دارم. خانم شما اینجا رو بابا الان به من ببینین. گفتی. من داشتم دوستام صحبت میکردم، ولی خب اگه واقعا خوشتون اومده و دلی هستش، من میتونم شماره‌شون داشته باشم. برای چی به من گفتی بهش بگو؟ بابا من کی گفتم؟ الان به من گفتی پسره داره میاد، تو رو خدا امیر بهش بگو. گفتم خب باشه خجالت دیگه. میکشین، حرفتون رو الان بزنین. گفتی دیگه این شما من ایشون اصلا نمیشناسم. میگم اگه واقعا من خوشتون اومده تو چشام نگاه کنین و به من بگین. بریزیم بیرون. من ایشونو ترجیح میدم باز. دوری مخفیه داداش. نه والا نمیدونم. ما خب همه دوستیم. زیاد شد این دوری مخفیه چرت و پرت. فکر کردم شاید دوری مخفیه یا فکر گفتیم منم همین حسو میکنم. اسمم دوری مخفیه. قیافه شما خیلی آشناست. من که اصلا داشتم میرفتم خونه‌مون.